زندگی به چی کار داری؟ خودم باغ گلم قدر گل را میدونم. سلام علیکم اندر نباشیم ماما جبار. تیاراستی شکر. همین نورالله به کجایه؟ نیلیلا ها نیلیلا به خیال ماما آله برای به سهرا که چون گود درخت میارم درخت میندازم چی کار میکنم؟ اصلا این چی کاریه؟ این سر پیازه تای پیازه کی به زندگی من دخالت میکنه؟ نی اصلا این چی کاریه؟ اختیار خوردانو که من دختر خور علیشونی خو میکنم 24 ساعت میره به سرا میره و میای. چی کاریه کاکا؟ چی کاری اصلا به زندگی میای دخالت میکنه؟ چه میفهمم من انا اون به من چه میفهم برار منه خسر بری شما ندگه گوش کشکول باری تو چی بگم برو برای همین نورالله بگو میفهمی پا خور از کوش جبار بدر کو باور کو روزی بشه خوب که مگر همین نورالله به تخت شفاخونه مگری ببینیم بگذن کچره من مثل که برانی نیم ساشما نکو کمی تو با موش با فرق تو میزنم گیلک خدا من یک بوس که چله مال من جبال گلیک میکنم گیلک تو هیچ کاری به زندگی من دخالتی نکردی و اگه میکردی خوب تو رم از نورالله از سخت و کفت خوب سر تو بیشتر خیلی میکنم فس بفهمیدی؟ من مرتا کلمه دیگه ما مال لکه میخورم شما اصلا شما چه کاریم؟ خسور بری نه خسور بره بریم کار خود زندگی مری نکنه من خسر بری شما نیم خسر بری شما نه اصلا هر کس که هستیم از قوم زندگی ما بریم بیروشیم از این قوم ده ما چه رفته داره ما جبار زعب کلمه سیاست میکنیم او خسر بری شما نبریم خود گپ زنه آخه سرقی خدا صادق خدا نورالله خسور بری من نیه نورالله برار تو نیه خود تو هم که خسور بری من گفته میشی خب باشه او خواراندار منه نه برو برای نورالله بگو خب برای بگو جبار که کار خور میکنه 100% امروز سوامی دختر خور علیشونی خو میکنه ولی برای بگو بس خونه مغزه برو بیا نکو شیطونی و به همین دزی نکو که جبار گفت اگه دستم به بالی تو بالاشه باور که به 10 دکتر مگر درد ترکن نه تو نکورت ما به تو میگم تو ما دیت چیز نکنی که به خدا میفهمیم باز چی گفتی؟ برو دیگه که با ظالم چاقور به در کدوم شکم تو بند میکنم برو گمشیم هر دو خضور بره نمایام ما کنم شکل شما رو ببینم قیافه شما رو ببینم من نمایم قیافه شما رو ببینم دومد منیم انداریم چرا پس روز اول خودی بخیشی کردیم اگه اندارم چه کار دارم من کتونه خب وقتی کتونه نانه منه پس چرا تو بلبل زبونی میکنی شیرین زبونی میکنی سر خوارزاده من علیشونی خو میکنی خوب کار میکنم به خاطر 6-7 خدا برای من اولاد دختر داده ما یک پسری هم داشته باشم چی گپه برای مرد 4 تا زن روایه خلاصه بگو کار خورد جبار میکنه ولی سر را جبار قرار نگیریم خود حتی تو با تا کوچه نبینو که با شیرین زبونی کنی نه ماشاءالله من برو برای نورالله می گپ بزن بگو به سر جبار دیگه گفته نه که اگه بیای همه قلما پاتور مشکنم من قطعی میکنم دوماد 24 ساعت شما نیموقت بشینیم یک ساعت دخترها پیش کنه که این کار نکو این کاری تکو کلون خونه خود من تصمیم میگیرم من مرد که برو دیگه که قیافه طور نبینم گیلک من خیلی مایم تو سنجبیت بخور ما برو من جگای عجات تو برو من جگای یک سر دومت خور سلت کنم دومت خور؟ بله ها امان دومت خود جبار به سلت کردم دومت خود جبار؟ بابا پیار تر مایه بزنه خود چرا حجاتی پیار من نکدی؟ خب من حجاتی پیار تا کردم دیگه برفتم سلت کردم من لغت زدم با بست شکمی و میگه که تو چنین نورالله برار خوب بفهم که چرا میاین دیگه به خونه ما میگه به دخترام میگه برف پیار خو نکنیم چون با زن ما میگه چون برف نکنیم ما یعنی دختر خود علیشی میکنه زن بگیره یک زن دیگه این چی کار داره میای به سفره کاسیم و گپ میزنه تا چیزا مشتی خان شدیم به کوچی بالا خور خیلی بزدیم چپات کنه خوردی از دستیم نه گیلا من ایرون به پیار خو میمونم چرا؟ اینا دی خودی مقدار عروشی
دخترای بالا میکنه اختیار خود داره. خورزاده مانه دیگه نه نگه دختر خود میبره مفته میده به مرتکه دختر مرتکه مفته میستونه چره تو همیت بری بگی باز این دیگه با من دا شرف خور میکنه باز این دیگه میگه چه کار فلانه تو بگو نمایه دختر خود چری علیشینی میکنی خب امی کار بمونده در روز تاشون خودی و جنگ کنی نه حال جنگ نه این پاک جوان سر بچه برار خوبه گردم جوان یک دایی نداری خیرات بدی من بران سنجبت بخرم اتاقله نه دیش تو سندویچ خریدم دیگه آه آه از اینجگار کنگ زدی از این مسیر پین دست خود از اینجگار ادون به سنجبت نمیشه یک لقمه من بخورم خاطر گوشنه ها سیکوه نه نه جوجه گربه را اگه بابا تو ها وردم هرچی مستی بگو واقعی صاحب کانال میرم از سلا همسایه سه کشته جوجه گربه مقبولی داره زرد میارم بخور اون همسایه نمیده با تو حال گیلک من میرو پنجی هم نیه اصلا روپیه نیه میفهمی گوشی داری زنگ زنی به سنجبیتی بگی به کاکام یک سنجبیتی بده به اسم تو سیکوه من میگم روپیه نیه ای میگه خب بقیت مرتکب من مرغ خوی اعتبار میکنه خب مرغ اعتبار نمیکنه بگو کاکا من میایم میرم چی نشینی بده نشینی بده که برم بگم مرتکب نمیشناسم لالا آره کوکو من میرو کجا میری؟ میرم به سارو برو تیر اسپاجل بخوری کی پک تم یک کنگ سنجبت بده یا دوم به سنجبت نداد میگم برو با مرتکب تا غلب نشونی بده که برم بخور سنجبتی بخورم میگه نه اگوشنگی رودام پیدا شد Allora, dove stai? خیلی سلامتی چی گپایه؟ داری راستی چی میداری با خود خود همین تماس رو سرزمینو لالا رمضان من یک بله. چند کلمه گپ دارم برو خوب شد تو رو بدیدم گفتم باشه که برای تو بگم خبر شدم که می تو خودی می دوماد خیشی کنی سکو لالا رمضان خیشی میکنی خوب کاری میکنی من بزی کار موافقم نمیگم نه ولی اگر خیشی میکنی علیشونی نکنی این معامله رو پیشکشی کنی به خاطر ازی که همشیریم چند ساله که بخونی همی آدم تیر کرده حال تو اشته خور به بالی انباق میدی بری از آدم به علیشونی همی رای نه این کار هیچ وقت نکو باز همی دوماد می کاش که اخلاق داشتی یک آدم بد اخلاقی که هموق زر سالای که همی همشیریم بخونی از تیر کرده این به من رسیده بفهمیدی حالا کم میگه همشیری تو که هست 7 دختر خدا به من بداده ولی پسر ندارم من به خاطر همین میرم زن میکنم که خدا به من پسر بده فرق نمیکنه اولاد خداوند میده چی دختر باشه چی پسر باشه ولی این چی کی بر کرده روزگار خوار تو از خوار من بدتر میشه انا مغزرم به تو میگم دیگه بیشتر از این نمیفهم کپا تو خلاص شد خلاص شد نورالله من به هر جا که خیشی کنم علیشونی میکنم پولی به دست مشت خونه دارم که من با پیشکش بودم مجبورم خوار خور بدم به یکی مثلا دختر یا خوار بستونم این خود گپی نی اگه دومات تو خودی من خیشی نکنه خودی یک دیگه خیشی میکنه من خودی خیشی نکنم میرم خودی یک دیگه خیشی میکنم بالاخره به من زن پیدا میشه به زوام رمضان چند سال رفیق منی خوار خور بدبخت نکو به جای خود خوار خور بده که لاقل مرتکه انباق نداشته باشه زندگی خوار تو در به در بشه دومات ما اخلاق نداره این گپ پر یاد میکنی رمضانان سر همین چهار راهی از این گپا نباشد تو اگه میفهمیدی که بد اخلاق تو چه خوار خوب زود دادی بابا جان همین جبار میشناختی برار جو خوار من ندادم پیر من به جبار داده بود اگر من میفهمیدم خوار من لکها دلار جبار بدادی من نمیدادم هر چی نصیبی باشه لالا زاد از این بد اخلاق تر بگیر ماما پشیمون میشی رمضان او دومات منه خوار خور نه خور برار جو فهمیدی تو به من گپ یاد نده تو غم خوار خور میخوری که خوار تو هم باغدار نشه باز به من میگی پشیمون میشه اصلا من همه ضربه قصدی از این گپ نیم فقط همه ضربه قصدی از اینم که زندگی خوار تا خوار من بدتر میشه دومات ما اخلاق نداره خلاصه حسین من با تو بگم تو هر چی نصیب ما باشه میشه کاکو ما تو چه کاره رمضان جان شکر اشته هستی شکر چی خبر سلامتی میگون لالا جان جگر
ما و شما هنو پا به دو نقدشتیم خب. هنو خیشی نکردیم خب هر کس من میبینه یک گپی میگه همین خسوربری شما چی ربطی داره بزی که میه اینجا با من میگم چون خواهر خود بدبخت نکو چکار نکو فلان نکو تو اگه خیشی میکنی خود دومات مجبار ما چون پیشکش بده خواهر دختر البستو ما چون خواهر خود بدبخت میکنی و ما چون اخلاق نداره و خواهر ما بدبخت شده و او به خاطر عزیز زن میکنه که 7 تا دختر داره و ما چون خدا بزو پسر بده دیگه پا چی معنی میده رمضان جو ساعت گپ بیاد گپ میگم دو تخته که به هم جور بیای آجد نجاری نکرده ما و تو بشیشتیم گپا خور به یک دیگر بزدیم گپام خلاص شد. این خسوربری که هست اوه که زیر کویه کاری میکنه که همین خیشیر من نکنم به سر خواهر از این باغ نیارم ولی من پا خور بم یک کش کردم گفتم مرغم یک لنگ داره که باید همین خیشی بشه زن دیوم بگیرم فقط به خاطری که خداوند پاک بریم اولاد پسر بده هر کاری که نکرده بره بکنه گپ صد گپ بم یک گپ ما میلی ما و تو بم رود جمع چند تا قوم خیش خورم ما گفتم رود جمع قرار کرده میایم به جای شما دستمال مر بدیم شما قرار کرده بیایم به خونه من دستمال فاتی دست شما میدم بریم برات کار خواهیم هر کس که هر چی مایه آزاد از اینجا تا کود دروندر آزاد برای هر چی مایه بگه لالا به کود دروندر نارسیده به تعمید دی قوم خیشا خود تو آدم مار بیاب کرده میگم من چون چه کار و فلان من رزینیم و ای کار نکو برو من چون پیشکش بدی و چه کار کو ما برای بگفتم که این گپا فایده نداره کاکا او خودی من خیشی نکنه خودی دیگه کس میره خیشی میکنه من از این گپا مفتم این مردم خوش من نمیایه که یک سره گپ میزنم منو هیچ گپی به هیچ جا نارسیده رمضان این گپ یک کلاغ و 40 کلاغه همیشه هر گپ یک نفر بشینه 40 تا دیگه هم بالی میکنه برعکس از اون بیایم مرتکه میگه رمضان مام یک کلمه روک کپوس کنده شفت نگو شفتالو بگو به می خیشی خودی ما خوشی بکنی یا نه لالا جبار من خوشم تو از قومی ما بدیدی یکی که بیای برای تو یک کلمی گپ درباره ما بگه لالا همی قوم خیش تو خوب قومی خسوربرو هم اینا که فعلا همی کارو میکنم اگر واقعا رضایت داری رو جمع میله بالیر بگو که ما کارمدارا خود تیار کنم اگه خوش نی که ما بدگه جا فکر دیگه جا باشم بری خوب لالا رضی گپ خلاصت بمرات خیش و قوم میله که هر چی مایم بگم خب من که راضی بودم از اول به تو بگفتم لالا مونتا جلو از این خسوربری خود بگیر که با 4 تا 10 تا 20 تا دیگه با ایبر نشه که یک سره به قوم خیش اینا مر ببینه و بگه چرا خودی از این خیشی کردی یا چه کار کردی یا فلان کردی ما و تو که خیشی نکنیم هیچ کسی هیچ کاری کرده نمیتونه ساعت گپ یک گپ بده دسته رو جمع ساعت 4 ما کارمدارا خود تیار میکنم خلاص گپ برو گپ بینیه من دستمال فاتی دست تیار میکنم همه شیمه تیار میکنم شما فاتی دستمو دستمال و همه چیز رو آماده کن بریم خدا حافظ برو خدا یار